غمی دختران رو بخورید. ریزی با مادرم نزد دکتر رفتیم. دهانت رو بکشو مینو. بگوی آ. کلانتر بکشو باز. بسیار خوب. انا نقش شدی. خودی پگاه میتوانید مکتب بروید. میتو. اکنون دیگر دارو نمیخوری؟ نه لازم نیست. امروز با یارمارکا میروید. ممکن ما برویم؟ البته صحت شدید کو. تشکر دکتر جان. چه نقص اگر اویلاها در حق دخترانشان همین خیلی غمخواری نمایند. غمخوری با دختران، غمخوری با دختران، غمخوری با دختران. بعد ما اویلای دوربازان رو دیدیم. نگاه کنید چه خیلی بازی میکند. از عهده‌اش به خوبی میبراید. این اویلا در یارمارکا برآمد میکند. این هیچ ممکن نیست. هیچ چیز رو نمیفهمم. اوچه جون چرا این آدم دود میزند؟ نمیتوانیم حتی برای دخترچه و پیسالچه دولو بخریم. سبینه هم طبل عرضه دارد. دخترها خودشان صحت میشوند. با شما چی گفتم؟ دخترها، فقط پیسالها. و دکتر تنها پیسالچه را تبابت کرد. رفتیم پاشا، نترس. دکتر به تو یاری میرسوند. اوه چنان تباش بلند کی؟ سبینه تبلارسا دارد. شد بس کنید. آن کدال کسال پسال هم نیست. کمتلک چویش دیگه نقض می شود. غمخوری با دختران، غمخوری با دختران، غمخوری با دختران. ای پلنده احمق، کنی بیلاو از اینجا. بیلاو گفتم. می تو بیلاو. غمخوری با دختران، غمخوری با دختر. چه؟ دخترها؟ مینو با اینجا بینگر. میتو حس کرد که در داخل سبد کلان چیزی هست. مار. ای بیلاو از اینجا. بیلاو میگویم با تو. میتو اینجا بیا. ای دخترک، پرنده احمقت رو دفع کن. این امک هم دختران رو نقض نمیبیند. خیلی شدم که وای امکی من نیست. راجو مینو رفتیم به خونه. نوع من کمال در یارمارکا وام میخوریم. بعد نصف روزی ما یارمارکا رفتیم. دادا جون ممکن در این چرخ و فلک کلام بشینیم؟ مالش چنان عجایب بود که بس خواب نکن دیگر. بنمایش تیار بشو. مینو مکتب ما رو ببین. در کجاست؟ مینا مکتب. نگر باشه جون این کمال. سلام کمال. ناگهان میتو مار را دید. میتو بابای نزدیک نشو. برگرد میتو. ای پرنده احمق. میتو برگرد. غمخوری با دختران. من با تو غمخوری میکنم پرنده افلاس. انا به اینجا دلو کنی. خب تا کجا رسیده بودیم؟ خواطر نشه من آزادش میکنم. التماس
کامل میتو تو پرنده بد هستی رفتار ناجا کردی اینجا بیمان وگرنه با خانه در باز میروی ای این دخترک چلو اینجا نشسته است خودش چی گفت؟ او چه جان من نمیخواهم همه انتظارن تستر خزر جان وای در حقیقت بیمار است. бояд мисли пашан истироҳат кунад вай. باید وی کسل نشود بعدی کل استراحت میکند فهمیدی؟ کمتر چایش بدهید همش نغز میشود این مالک من باشد هیچ وقت کسل نمیشود هیچ وقت اما که تو ناحق است ناحق خاموش می تو. рафтем сабина як кӯшиш бикун. سابینا این کار رو نکن بعد اون دوربوزی بدفعل سابینا رو برای طور دور برآورد خانمان و جنابان اینک جیانچه من در بالای دو مشق عجایب رو نشان میدهد چپک زنید اکنون سابینا باز сабина ақиб равед. ای خدایا چرا من دخترم رو به این کار مجبور کردم؟ بابا یوری دکتر لازم است тестар аспу ароба биёред. мино куҷо рафта бошад? بیست من میآیم. هی باز این چی گپه؟ زودتر رفتن در کن. دکتر از یه هم رود. برو با دکتر میبریم. мино این بچه‌ها ما هرچی تکتر حرکت میکردیم تا که دکتر از جهت نرود میدو تو پیشتر پرواز کرده بیرم ای ایست آخر وی رو کجا بلده ایستاده اید ором шав додар. мо акнун худамон нақстар медонем ки барои кӯдаконамон чӣ лозим. آیستتره چی کار میکنی میدو پیش از همه رسید غمخوری به دختران این توتی مینو چی میگی؟ торик шуда истодааст. бояд биравем духтур. استید کنیم چی گپ شده باشد؟ بختتان آمد کرد. پایش اندکی بر آمده است. باید به قدر کافی دم بگیرد. اینچنین داروی تبلر زدادن لازم. ташаккур духтур ҷон. бояд сари вақт назди шумо меовардем. اکنون فهمیدیم که در حق دختران و پسران باید یک خیلی غمخوری کنیم. غمخوری به دختران یالی لسانید با مالکی من. یالی لسانید التماس. یالی شاید کمی چایش بدهیم. با وی فایده دارد чӣ хел ба ту миннадорӣ баён бикунем намедонем мино. не باید از میتو مینادار بشویم سپس کمال به گوش پدرش چیزی گفت вақте ки пашану сабина сиҳат шуданд ҳатман ин корро мекунем. همین خیل وقتی که سبینه و پشان صحت شدند اویله آنها به مکتبمان آمد اوه نگاه بکن. بیا من هم یاد بگیرم مگر این خوسنجی آوردی است میتو
غمخوری با دختران، غمخوری با دختران. ترجمه نظام قاسم امید شریفزاد، کارگردان امید شریفزاد، مهندس حسین کاملوف، صدابردار مهینه سفرова، تنظیم و آرایش حسین هیبتوف. با نقش ها آواز دادند مهینبانو حسن و حاتم سلیموف، بهاویدین کریموف، گلجهان ظریف و حسین هیبتوف. راهبر گروه ایجادی نظام قاسم. فیلم سال 2009 در مؤسسه دولتی تلویزیونی کودکان و نورسان بهارستان به تاجیکی گردانیده شد.